در صدا و سیما و پشت کانون سینمایی وجود دارد صحبت خواهیم کرد. آیا قیصر میتوانست ساخته نشود؟ هیچ کس نمیتونست جلوی ساخته شدن قیصر رو بگیره، نه شاه، نه فرح، نه سباک. شوخی میکنه. شاه دستور میداد ساخته میتونست بگیم نسازی. شاه هیچ گوهی نمیتونست بخوره. هیچ کس نمیتونه سریالی که قراره ساخته بشه تو ایران جلوشو بگیره. پزشکیان خرکیه. خامنه‌ای هیچ گوهی نمیتونه بخوره. وزارت اطلاعات جلوشو بگیره. وزارت اطلاعات هیچ گوهی نمیتونه بخوره. اطلاعات سپاه جلوشو میگیره. اطلاعات سپاه هیچ گوهی نمیتونه بخوره. پس این فیلمنامه رو کی می‌نویسه که هیچی نمیتونه هیچ گویی بخوره؟ این سوال‌های بسیار عمیقه در کشورتون که بدونید تا 5 سال آینده چطوری قراره خارمادرت رو سرویس کنه. و نکته آخر این که چرا ما به ایرانی‌ها میگیم که بجنبید برای تغییر رژیم یا قیام کنید برای کودتایی که قراره اتفاق بیفته. شکلشو دارن میچینن. دوست دارید که اونجوری زندگی کنید یا یک ناجی داشته باشید که شما رو نجات بده؟ هرچند که شما بخواین و یا نخواین ما استارتی ها برای نجات شما آمده ایم. بدرود.